دوستان سلام. درست در همون روزهایی که همه تمرکز آمریکا، اسرائیل، اروپا، جهان روی غزه و صلح غزه هست و همه سوالات در مورد چگونگی پیش رفتن این صلح هست، دونالد ترامپ در مراسمی که مناسبت 250مین سالگرد تشکیل نیروی دریایی آمریکا برگزار شد، یک بار دیگر از برنامه هسته جمهوری اسلامی حرف زد و گفت امیدوارم که دوباره شروع نکنند. ما نابودشون کردیم اما میتونن شروع کنن. امیدواریم که شروع نکنن و اگر شروع بکنن ما اونجا هستیم. حتی گفت که زمان زیادی هم صبر نمی‌کنیم این دفعه. یعنی که آقای جمهوری اسلامی، فکر نکن که یک حمله بهت کردیم و مثلا رفتی دور در دنیا دور تا دور که این حمله مشروعیت نداشت و آمریکایی ها مرعوب شدند و دیگه کاری به کارت ندارند و یک فضای سیاسی میخوای درست بکنی که بگی برنامه هسته‌ای من یک برنامه هست که بعد طبق NPT همونجوری که ادعا میکنند حق انجامش دارم و کسی حق نداره من حمله بکنه. نه، ما دوباره میایم حمله میکنیم. اصلا این دفعه دیگه حرف از اسرائیل هم نزد، گفت خودمون میایم حمله میکنیم. همزمان هم یک ژنرال ارشد اسرائیلی گفت که هرچه سریعتر بهتر اسرائیل داستان جنگ غزه رو تموم بکنه که تا بتونیم منابع رو اختصاص بدیم برای جنگ دوم با جمهوری اسلامی که به زودی پیش خواهد اومد. و گفت این میلیون ها دلاری که ما داریم اونجا صرف میکنیم نیاز ما برای جنگ بعدی با جمهوری اسلامی هست. یکی از مواردی که در این گفته‌های دیروز ترامپ به چشم اومد اینه که اومد در مورد این برنامه حمله آمریکا به برنامه هسته جمهوری اسلامی یکم توضیحاتی بیشتر از دفعه گذشته داد. گفت که همونجور که میدونید دو تا از این سایت هایی که آمریکایی ها حمله کردن، دو تا از سه تا رو با بمب‌های سنگرشکن زدن و سایت اصفهان رو با موشک‌های تاماهاک از زیر دریایی زده بودن. الان آمریکایی ها ترامپ اعلام کرد که این از زیر دریایی کلاس اوهایو شلیک شده. آمریکایی‌ها فکر میکنم 18 تا زیر دریایی کلاس اوهایو دارن که 4 تاش که قدیمی تر هم هستند با موشک‌های در اون از اون موشک‌های کروز استفاده میشه، موشک‌های تاماهاک، که احتمالاً بر اساس لوکیشنی که این زیردریایی حرکت میکنن حدس میزنن که زیردریایی جورجیا بوده که برای این حمله استفاده شده. این زیردریایی حدوداً 140-150 فروند موشک رو میتونن حمل بکنن و این زیردریایی ها کلا همه زیردریایی کلاس اوهایو با سوخت هسته‌ای کار میکنن و میتونن همه عمرشون رو در زیر آب بمونن، یعنی هیچ نیازی به سوختگیری ندارن، یک بار سوختگیری میشن برای همه عمرشون. اگر روی آب میان برای محدودیت های مثلا فرض کنید تعویض خدمه و یا اینکه آذوقه‌شون تموم میشه و غذا میخوان و این چیزهاست، وگرنه میتونن همه عمرشون رو زیر آب بمونن و معمولا 70 روز 90 روز یک بار اینها میان روی آب. مکان این زیردریایی ها کلا سریه و مدام هم جاشون عوض میشه. 14 تاشون برای موشک‌های بالستیک هسته‌ای استفاده میشن، یعنی عمده بازدارندگی هسته‌ای آمریکا بر روی به کمک این زیردریایی‌های اوهایو هست که موشک‌های بالستیک هسته‌ای دارن، نقاط مختلف جهان پخشان مدام تغییر موقعیت میدن. 4 تاشون موشک‌های کروز حمل میکنن که قدیمی تر هستند، که این یکی از اونها بوده که از اون برای این جنگ استفاده شده. گفته میشه که 30 فروند اینجوری موشک شلیک شده، شاید هم کمی بیشتر. سایت اصفهان چند تا ویژگی داره. یک روایتی گفته میشه که تونل هاش عمیق‌تر از فوردو هست، موشک‌های سنگرشکن اونجا کار نمی‌کردن. ولی دلایل دیگری داشت که اون رو به این شیوه بهش حمله کردن. اولا تعداد زیادی از تأسیساتی که کار کردن این سایت اصفهان به اونها وابسته است رو زمین بودن. یعنی شما تأسیسات رو زمینش رو که میزنی عملاً کار اون سایت مختل میشه. دوم اینکه ورودی‌هاش رو منفجر کردن با موشک‌های تاماهاک. موشک‌های تاماهاک موشک‌های بسیار دقیقی هستند که به خاطر اینکه بسیار هم قدرت مانور زیادی دارن معمولاً از موانع دفاعی هم رد میشن. از دو موشک‌های کروز هستن
ولی آمریکایی‌ها به راحتی از تاماهاک استفاده میکنن، از زیردریایی‌هاشون شلیک میکنن، هم تو مدیترانه دارن اون رو، هم توی دریای عمان و اقیانوس هند، که دقیقا هم مشخص است که از کجا شلیک شده، ولی به هر حال احتمالاً از آبهای بین دریای عمان و اقیانوس هند شلیک شده. این موشک ها در واقع تأسیسات رو زمینی اصفهان رو از بین بردن، ورودی ها رو هم نابود کردن و اون سایت رو از کار انداختن. گفته میشه که یکی از ورودی های این سایت رو جمهوری اسلامی باز کرده، ولی تمامی تأسیسات برقی و خنکسازی این مجموعه از بین رفته و به این زودی ها جمهوری اسلامی اونجا نمیتونه احیا بکنه. ممکنه برخی از این تأسیساتش که داخل سایت هست سالم باشه. یکی از موانع اصلی که آمریکایی ها نمیتونستن یا نخواستن اینجا رو از بمب‌های سنگرشکن استفاده کنن اینه که این مرکز بسیار نزدیک به مناطق غیر نظامی هست، حدود 2 کیلومتری فاصله داره و استفاده از اونها، اون بمب‌ها میتونست در این مناطق در حد زلزله در واقع تکان ایجاد بکنه و خطرات دیگه داشت. به دلیل اینکه این مناطق نظامی هم تحت تاثیر قرار نده، این گفته شده که آمریکایی‌ها اینجا رو دیگه از بمب‌های سنگرشکن استفاده نکردن، برخلاف نتنز و فوردو. ولی تأسیسات روزمینی فراوانش این امکان رو قشنگ داد به آمریکایی‌ها که قشنگ اینجا رو از با موشک‌های تاماهاک از بین ببرن و اینکه ورودی‌هاش رو از بین بردن. این که آمریکایی‌ها الان سفارش ساخت بمب‌های مدرن‌تری دادن، بمب‌های سنگرشکن مدرن‌تری که نقاط ضعف بمب قبلی هم نداره، عمیق‌تر کار میکنه، هوشمندتره، برای اینکه وقتی که داره نفوذ میکنه توی حفره لزوما نباید مثلا 60 متر رد بشه. اگر وارد حفره شد که اونجا مکان اصلی تأسیساته، همونجا منفجر میشه و پایینتر نمیره، برخلاف بمب قبلی که حتما باید اون ارتفاع مورد نظر رو طی میکرد، ممکن بود اصلا تأسیسات رو رد میکرد و میرفت پایینتر دوباره منفجر میشد. این دیگه این شکلی نیست. و از همه مهمتر اینی که آمریکایی‌ها یکی از مهمترین دغدغه‌های خاورمیانه رو که همین بحث غزه هست رو میخوان پایان بدن. حالا همه گمانه‌زنی‌ها اونجا اینه که احتمالاً اونجا به یک توافق منجر میشه، گروگان‌ها آزاد میشن و مسیر صلحش هر چند که طولانی هست طی میشه. این گروگان‌ها اگر آزاد بشن و حماس خلع سلاح بشه، اگه این دوتا رخ بده، به باور من اونجا بقیهش دیگه انجام میشه. حالا ممکن زمان ببره اینکه حکومت بعدی غزه شکلی از اسرائیلی ها دقیقا کی تو پشت مرز برمیگردن، منطقه حائل چه شکلیه، ایناش دیگه انجام میشه. ولی این دوتا آزادی گروگان ها و خلع سلاح حماس باید صورت بگیره، اگر نگیره اون جنگ تمام نمیشه. ولی اگر همون جنگ تمام نشه، اسرائیلیا بخش عظیم اون داستان حمله به غزه رو بردن جلو دیگه. از اینجا به بعدش دیگه شاید چند هفته فقط زمان داشته باشه. ما امیدواریم که به هر حال اون جنگ مثل همین جنگ‌های تموم بشه. اما جمهوری اسلامی مسئلهش فرق میکنه. جمهوری امروز بقایی من دیدم در واکنش به این سخنان ترامپ برگشته گفته که ما اصلا مذاکره نمی‌کنیم با آمریکایی‌ها و این حرف ترامپ که گفته که ما دوباره میزنیم نشون میده که اینها دارن بر همون روش غیر قانونی خودشون تکرار میکنن و از این مزخرفات رو گفته. جنبندی این بوده که ما اصلا دستور کار با مذاکره با غربی ها نیست. آمریکا و اروپا و اسرائیل هم اصلا انتظاری الان شما مذاکره ندارن، میدونن تو مذاکره با شما هیچی در نمیاد و مکانیزم مشاوره فعال کردن، تحریم ها رو برگردوندن. دیگه الان تحریم ها داره اعمال میشه، فشار حداکثری رو با حد اکثر توان اعمال میکنن، حکومتتون رو از این هم که هست ضعیفتر میکنن، آسیب هایی که الان حکومت شما به لحاظ امنیتی در داخل داره رو تقویت میکنن. زمینه اعتراض اجتماعی در هفته ها ماهای آینده بسیار زیادتر خواهد شد. برسیم به شب‌های بذارید همین شب های عید نزدیک بشیم، پایان سال، بودجه‌بندی سال بعد، بحث حداقل دستمزد، خواهید دید که وضعیت سال آینده چه شکلی هست. این چند ماه رو هم آمریکا و اسرائیل شروع میکنن به تجهیز مجدد و بعد نگاه میکنن که آیا شما از خط قرمز رد شدی یا رد نشدی، که اگه رد شدی که دیگه کارتون تمام میکنن. من چیزی که در این سخنان دیروز مقام‌های در واقع ترامپ و این جنرال اسرائیلی برام جالب بود این بود که کم کم
دارن دوباره و احتمالا روزهای بعد 3 باره هی تکرار میکنن حمله نظامی رو. گفتن مکرر اینها این حکومت رو زیر فضای جنگ قرار میده و حکومتی که زیر فضای جنگ قرار بده تمام تلاش هایی هم که میکنه برای ساماندهی بحث اقتصاد و جمع کردن تسلط به وضعیت امنیتی کشور همه به باد میره. این حکومت جمهوری اسلامی فکر میکنه که بدون اینکه مسئلهش رو با مردم ایران و سیاست خارجی حل بکنه میتونه از این پرتگاه رد بشه و این مسئله حل کردنش این شکلی نیست که شما خودتون سر جاتون بمونید با این همه افتضاحی که به بار آوردین و بعد مردم به شما رجوع کنند یا مثلا غربی‌ها باهاتون توافق کنن. نه، این مسئله حل کردنش واگذاری مسالمت آمیز قدرته. ما میدونیم اینقدر تکرار میکنیم که گوشتون به شنیدنش عادت کنه که مسئله فقط با واگذاری قدرت از سمت شما حل میشه. ترامپ فشارش رو لحاظ اقتصادی میاره، اسرائیل آمادگی نظامیش رو درست میکنه، مردم ایران هم مدام تکرار میکنند که قدرت رو باید رها بکنید تا همون جوری که الان به حماسی ها گفتن اگر سلاح و زمین بذارید حداقل در امان هستین. به شما هم خواهند گفت که اگر حکومت رو واگذار بکنید احتمالاً در امانید، ولی اگر نه حکومت رو واگذار نکنید و سعی کنید که هر چقدر که ممکنه در واقع بیشتر خاک ایران رو به توپ رو بکشید، اون وقته که خب به هر حال واکنش مردم ایران به کشورهای منطقه، کشورهای بزرگتر آمریکا، اروپا، اسرائیل از جنس دیگر خواهد بود. بذارید این چند روز بگذره ببینیم تکلیف جنگ غزه چی هست، بعد خیلی راحت تر میشه در مورد تکلیف جمهوری اسلامی صحبت کرد. تا برنامه دیگر، بدرود.